بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الرسالة وبلغ الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنوندگان گرامی، امروز آغاز میکنیم به چی؟ سخن خود را آغاز میکنیم درباره جن. جن در زبان عربی چیست و اصطلاحاً چی معنا دارد، تعریف اصطلاحیش، و جن از شیطان چی فرق دارد، جن از انسان چی فرق دارد، نمودهای جن در کجا زندگی میکنن. خلاصه ان شاء الله مختصرا پاسخ میگردونیم. جن میگویند که جن یک عالمی، یک جهان عالمی چی است؟ مستقل است، تنهاست، عالمی که از دیگر عالم ها فرقیت دارد، مثل که عالمی جن ها از عالمی مثل عالمی جن ها، دیو ها و پری ها، همه این یک معنا دارد. عالمی جن غیر عالمی انسان است، غیر عالمی انسانیت است، غیر عالمی ملائکه فرشتگان است. ولی بین عالمی جن و بین انسان یک مقدار معین از جهت چی؟ از جهتی که وصف داده می شود. مثلا به چی وصف داده می شود انسان؟ به عقل. جن ها هم عقل دارند. باز انسان به چی وصف داده می شود؟ به ادراک، فهم. جن ها هم فهم دارند. خداوند عقل کی داد، جن هم عقل دارد. ادراک کی داد، فهم کی داد، جن ها هم فهم دارند. و از جهت قدرت، خداوند به انسان قدرت داده است. عقل کی داد، قدرت داد، یعنی که انسان هم اختیار میکند، همون راهی درست، راهی بد از راهی چی؟ از راهی نیک اختیار دارد، عقل دارد که اختیار کند. همین خیلیگر جن ها هم اختیار دارند، در راه برای آنها هم است، راهی چی؟ راه نکو و راهی چی؟ راهی بد. عقل دارند که اختیار کنند. ولی در اصل خلقت آنها، در اصل آفرینش از همدیگر فرق دارند، که انسان از چی؟ از گیل آفریده شده است، از خاک، از گیل. ولی اصل جن از چی است؟ اصل جن از نار، آتش آفریده شده است، از شعله آتش. میگه برای چی جن را جن نام گذاشتند؟ جن را جن نام گذاشتند برای چی؟ برای که میگه جن آنها را نام گذاشتند برای چی؟ لاجتنانهم. به زبان عربی میگه اجتنانهم. ای معنای اجتنان چی است؟ ای استتارهم عن العیون. ابن عقیل میگوید که انما سمی الجن جنا لاجتنانهم و استتارهم عن العیون. برای چی میگه جن نام گذاشتند؟ برای آن کی جن ای پوشیده شده اند، یعنی از چشمان ما پرده پوشند، پوشیده اند، ناعیانند، ما آنها را دیدن نمیتوانیم. باز میگوید که جنین، همون کودک میگن در شکم مادر است. برای چی جنینش میگن؟ برای چی جنین نامیده شده است؟ برای آن کی در شکم مادر است، ناعیان است، هویدا نیست برای ما دیدن او را نمیتوانیم. برای همین پرده پوش است. ای در شکم مادر، در درون بچه‌دان پرده پوش است، ما دیدن نمیتوانیم جنها را. چرا که الله عز و جل سوره اعراف میگوید 27 آیت انه یراکم، هر آینه بیگمان جن ای ابلیس شما را میبیند، شیطان شما را میبیند، جنها شما را میبینند. او و قبیله چی؟ او ای ابلیس یا جنها، شیطان یا که چی؟ قبیله شیطان یا قبیله از جنها شما را میبیند. من حیث لا ترونهم، از جهتی که شما آنها را دیدن نمیتوانید. میگه جن این یک اسم جنس است. جن این جمع است. جن، کلمه جن ای جنها، دیوها، پریها، به معنای امین است. اسم جنس است، جمع است، یعنی که تنهای او چیست؟ تنهای جن چیست؟ ای جنی یا که جن دو تا چی دارد؟ مفرد دارد. یک مفرد آن جنی میگن، مثل که انسی میگن، جنی میگن، یا که الجن اینم مفرد او است. گفتیم که از کلمه اجتنان گرفته شده، ای پوشیده شده از چشمان ما، و ضد انسان است، یعنی که همین جن حتی در خلقتش، در آفرینشش ضد انسان است، و در چیش و در یعنی که دیدن او هم ضد انسان است. انسان از کلمه چیست؟ از کلمه انس. ای انست شیئا ای ابصرته، انست شیئا ای یک سمن دیدم. انس معنای چه داره؟ معنای که ظاهر ای هویدا برای مردم میبینن. این انسان هم میبینی، شکل دارد، ماده دارد، حواس دارد، حس میکنی، دست میکنی. انسان است، نه که جن عکس انسان است، دیده نمیشود. خیلی ما میگیم که مثلا جن الرجل جنونا، مرد دیوانه شد. برای چی؟ برای که یا که مثلا عقل و پرده پوش شد، پرده عقل پوشید، انسان دیوانه شد. یا که دیگر هست، مثلا انسان وقتی که عرق می‌نوشد، همون مستی عقل او را میپوشد، بعد اون چی دیگر نمیدونه چی میگوید. انسانی که عرق می‌نوشد مثلا برام میگه که پرده پوش است، یعنی که جن از کلمه چی است؟ از کلمه که پوشیده شده ای از چشمان ما ناعیان است، ما او را دیدن نمیتوانیم.
در اصطلاح عربی چی معنا دارد؟ تعریف‌های زیاد دارد، ولی تعریف مختصری اون است که میگویند که بانهم نوع من الارواح العاقله. هر آینه میگه جن‌ها یک نمودی از ارواح است، ارواح عاقله. گفتیم ارواح مفرد روح است، روح ای جان، نفس. ارواح جمع جانها ای نفسها. ای جن‌ها نفسها جانهای هستند، روحهای هستند که عاقله درک میکنند، میفهمند، مریده، یک خواهش دارند مثل انسان. مکلف علی نحو ما علیه الانسان، مکلف هستند یعنی که عهده‌دار هستند. خیلی انسان عهده‌دار است از جانب خداوند، شریعت برای او فرود آمده است. همه خیلیگر جنی ها هستند، آنها مکلف هستند به نماز و به روزه و خلاصه هم خیلی انسان. میگوید که مجردون عن الماده، آنها یعنی که مجرد هستند از چی؟ از ماده. آنها ماده نیستند، یک چیزی که او را دست کردن شود، حس کردن شود نیستند، برای که از چشم از حواس انسان چی هستند؟ پرده پوش هستند، پوشیده هستند. انسان آنها دیده نمیتواند. ما در اصل خلقت آنها را دیده نمیتوانیم، در اصل آنها صورت حقیقی آنها را دیده نمیتوانیم. آنها قدرت دارند، قدرت‌های دارند که به هر نمود از یک شکل به شکل دیگر تبدیل می‌یابند. آنها میخورند، بله، آنها مینوشند، بله، و یتناکحون و به هم دیگر یعنی که چی میکنند؟ زناشو میشوند. نسل از آنها نسل میروید، فرزند دارند. محاسبون علی اعمالهم فی الاخره، روز قیامت میگن به هر یک عملی که انجام میدهند از آنها صادر میشود. روز قیامت در حساب هستند، خدا آنها را حساب میکند روز قیامت. و واسطه طوری که الله عز و جل سوره رحمان 14 15 آیت میفرماید خلق الانسان من صلصال كالفخار و خلق الجن من مارج من نار. الله عز و جل در همین آیت شرح میدهد که انسان از چی آفرید و جن دیو پریها را از چی آفرید. میگه انسان را خداوند از چی؟ از گل خشکیده همچون سفال آفرید. خشکیده گل خشک یعنی که لای که خشک میشود، کلوخ میگه مثلا گل خشک میشود، از همه خیلی لای خشک شده آفرید الله عز و جل که آدم. و این چرا جنها را از چی آفرید؟ میگه جن را از شعله مختلط یعنی که آلوده شده آمیخته آتش آفرید. و در روایت دیگه میگه که از چی؟ از آتشی که بدود است، آتشی خالص، آتشی که پاک است، آتشی که روشن است. خیلی خاصه آیات بسیار در برای آفرینش چی از آتشایی که خدا آفریده است جن. و همین طور میگه جن برای چی آفرید؟ جن برای چی آفرید است؟ جن آفرید برای عبادت. چخلی که انسان آفرید، یعنی در آفرینش جن و انسی خداوند یک چی دارد، یک مقصد و یک غرض دارد از آفریدن آنها که چی؟ الله عز و جل میگه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من آفریدم جن را و انس را، ای جنها را و انسانیت را، بشریت را مگر برای چی؟ برای عبادت. هر دوی این برای چی است؟ برای عبادت خداوند. باز در دیگر چیزا میگوید که آیات الله عز و جل میگه که جن از چی آفرید؟ میگه والجن خلقناه من قبل من نار السموم. 27 آیات سوره حجر. در سوره رحمان میگه و خلق الجن من گفتمینم، یعنی در همین جا میگه که والجن خلقناه من قبل، جنها را یا که جن را پیش از این یعنی پیش از این آفریده از چی؟ از آتشی که بدود است، دود ندارد، آتشی که روشن است، آتشی که خالص است. در زیر همین آیات ابن عباس، اکرمه، مجاهد و حسن و دیگران میگویند که یعنی که مارج من النار چی معنا دارد؟ در تفسیر همین آیات مارج من النار ای طرف شعله آتش، از یک طرف شعله آتش آفرید. در روایت دیگه میگه خالص، یعنی که همون آتشی که خالص است، پاک است، یا که بهترین آتش. خلاصه همینا چی در تفسیر همین آیات ها گفتگی است. بعد شکی نیست که خداوند عز و جل جنها را پیش از انسانیت آفرید، پیش از انسانیت. چخلی که الله عز و جل میگه و در آیات گفتیم که والجن خلقناه من قبل من نار السموم. اذا میگه که ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السموم، ای ما انسان را از گل آفریدیم. والجن و جنها، جن یا که دیو یا که پری را از چی؟ خلقناه من قبل، آفریدیم را پیش از چی؟ از انسان، از چی؟ از آتش، از شعله آتش آفریدیم. در همین دلالت همین آیات میکند که خداوند جنها را پیش از انسانیت آفرید، پیش از بشریت. بعضی علما میگن که گویا که 2000 سال پیش، ولی میگن دلیلی نیست برای این چی؟ برای این قول دلیل ندارد، ولی میگن پیش آفریدن. بعد خیلی که ما میگوییم مثلا خلقت یعنی که جنها، دیوها، پریها آنها هم چی دارند؟ آنها دل دارند، یعنی حس میکنند، عقل دارند. خیلی که الله عز و جل سوره 179 سوره اعراف میگوید ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل. در همین آیات الله عز و جل برای جن یعنی که جن اقرار میکند وصف میتید جنها را که جنها هم دل دارند و چشم دارند و گوش دارند، میشنوند و آواز دارند. خلاصه اینجا اثبات میکند خداوند
خداوند میگه که ولقد ذرأنا لجهنم، ای رأینا بگمان آفریدیم برای جهنم کثیر من الجن، برای جهنم میگه ما بسیاری از یعنی بسیاری از چرا از جن ها و انس بشریت آفریدیم. لهم قلوب لا يفقهون بها، میگه آنها چی دارن؟ دلهای دارن که با اون دلها اندیشه نمیکنند نمیفهمند. ولهم اعین لا يبصرون بها، میگه برای آنها چی است؟ چشمهای دارن که با اون چشمها نمیبینند، گوشهای دارن که با اون گوشها چی نمیشنوند. اولئک کالانعام، میگه آنان مثل چی اند؟ مثل چارپایانند. بل هم اضل، میگه با الله عز و جل نه بل آنها چی؟ ولی آنها گمراهترند. از چی؟ از چارپایان هم گمراهترند. مثلا این آیت چرا میگه که آنها هم دل دارن و میفهمند و درک میکنن و عقل دارن و حسیات دارن. خیلی که امام ابن عبد البر میگه که جن در نزد اهل کلام و در نزد اهل علم که اهل علم مرتبه دارد. یکم میگه فاذا ذکر الجن خالصا، وقتی که نام جن یاد کرده شد تنها، میگن که جنی، میگن که جنی یعنی که حجینه یا که دیو یا که پری، خیلی نامش میکنن یعنی که بیادش میارن. فاذا ارادوا انه مما يسكن مع الناس، وقتی که میخوان همون جنهایی که با مردم زندگی میکنن در همون خانه هاشون نمیگن که جنی، میگن که زبان عربی عامر، ای یعنی که قطعی آنها در چی؟ در خانه زندگی میکنن. عامر یعنی که همون جنهایی که در خانه زندگی میکنن. سیوم میگه فان كان مما يعرض للصبيان، همونایی که میگه کودکا را گفتم تاجیکا غم میتیان، اونا را چی میگن؟ میگه ارواح. جنها را چی میگن؟ جن نمیگن، ارواحش میگن، ای روحا آنها را غم میتیان. که اصلا در ارواح این معنی چه دارد؟ معنی گفتیم جن دارد. روحایی که همون جنهایی که کودکا را مثلا چی میکنن؟ اذیت میدهن و که غمش میتیان مثلا. یا که مثلا میگم و اذا خبث وتعرض، و انسانی که با شیطانی که جنی که با انسان یعنی که خبیثی میکنه و یعنی که بر ضد انسان مبارزه میبرد، میگن که چی؟ قالوا شیطان، میگه شیطانش بود. مثلا وقتی که میگه یک انسان چی میکنه؟ مثلا زیادت میکنه و چی میکنه؟ میگن که شیطان. اگر که میگه زیاد یعنی که در اذیت و در چیز افزایش کرد، میگه چی؟ او میگن که مارد است. مارد ای کلمه تمرد یعنی که چی؟ شورش کرد، یعنی که شورش میکنه و مبارزه میبرد. خاصه وقتی که از این هم زیادتر رو کرد و دشمنی بسیارتر ورزید، میگن افریت جمع عفاریت میگن، افریتش میگن. در این مرتبه ها دارد که چی؟ با انسان مثلا دشمنی میکنه، دشمنی هایی که انسان ها آنها را مینامند به همین نام ها که با انسان با انسیت با بشریت و با این آدمیزاد چی میکنن؟ زیدیت میکنن. بعد میگه که حکم ایمان به جن چیز؟ حکم ایمان به جن این واجب است که انسان به جن یک عالم جنیان ایمان داشته باشد. میگه انسانی که انکار میکند عالم جن و کافر است. عالم جن انکار میکند و کافر است. برای چی؟ برای که جن هم در قرآن هم ذکر شده است و هم آیت سوره هست در قرآن و هم در حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر شده است. برای همین کسی که انکار میکند و کافر میشود. باز در سوره یکم که 14 سوره جن، الله عز و جل میگه درباره که جن ها هم مسلمان و هم چی؟ هم ظالمند و هم کافرند. الله عز و جل میگه و ان من المسلمون، ابا زبان جن میگه و ان میگه زبان جن خداوند چی میگن؟ جن ها چی میگن؟ و ان من المسلمون و من القاسطون فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا و اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الله عز و جل میگه که و این که گروه از ما مسلمانان، یعنی گروه از ما مسلمانان، ای اثبات میند که ما مسلمان هستیم، جن ها مسلمان میشوند. و گروه ظالمند ای ستمگارند. هر کس اسلام را اختیار کند، میگه هر کسی که اسلام را اختیار کند راه راست را برگزیده است، راه راست را برگزیده است. باز میگه که اما ظالمان ستمگاران آتش گیره و هیزم دوزخند. میگه در اینجا ظالمان با معنای کافران هستند. ای ستمگاران از کافران میگه جن هم کافر میشوند. میگه ستمگاران ما چی اند؟ هیزم دوزخند، روز قیامت برای دوزخ هیزمند. باز در اینجا الله عز و جل میگه که شیطان هم شیطانی. نومی چیه شیطان؟ برای چی شیطان میگن چی؟ آیا این شیطان ها از جن ها یا که شیطان از جن فرق دارد؟ میگه شیطان نام شیطان گذاشته است. برای چی گذاشته شده است؟ برای چی؟ برای که همون جن هایی که کفر ورزیدند، همون جن هایی که به خدا کفر ورزیدند، امنا را شیطان میگن، همون طرفداران ابلیس علیه لعنت الله. میگه بعد مؤمنی جن ها را کافر گفته نمیشود. آخه شیطان گفته نمیشود، آخه شیطان گفته نمیشود. مؤمنی جن ها را جن میگن، کافران آنها را میگن شیطان، کافران هم میگن شیطان. آیا شیطان ها از جن ها هستند یا که نه؟ خیلی که الله عز و جل سوره کهف میفرماید 25 آیت الا ابلیس، وقتی که امر کرد برای سجده کردن که ملائکه ها سجده کنن، میگن ملائکه ها سجده کردن الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. مگر میگه ابلیس سرداری آنهاست. ان الا ابلیس کان من الجن، از جمله چی بود؟ از جمله جن ها بود. انا ابلیس از جمله جن ها بود، دیو ها بود. ففسق عن امر ربه، چیکار کرد؟ از طاعت خداوند، طاعت پروردگارش، از امر پروردگارش بیرون برآمد، از حدود
حدودی که خداوند برای گذاشته بود بیرون برآمد، یعنی از طاعت خداوند بیرون برآمدن معنای ففسق عن امر ربی. الله چی میگه؟ افتتخذونه و ذریته اولیاء، آیا شما ابلیس، شیطان و ابلیس و فرزندان او را برای خود اولیاء میگیرید، دوست میگیرید، من دونی، از غیر من، و هم لكم عدو، در حالی که آنها برای شما دشمنند، در حالی که شیطان برای شما دشمنه، برای شما رو وسوسه میکنه و چی؟ به بدی، به کفر میبرد. بئس للظالمین بدلا. برای همین حافظ ابن کثیر در این تفسیر قرآن میفرماید که میگه شیطان مشتق من البعد. کلمه شیطان این میگه چی؟ اشتقاق، استخراج کرده، گرفته شده است از چی؟ از کلمه بعد، ای دوری، در درسترین قول علما. برای همین میگه منامن کل من تمرد من جنی و انسی و حیوان، هر یک از همون جنسی که شورش میکند بر ضد خداوند، آیا جنی باشد یا که انسی آدمیزاد باشد یا که حیوان باشد، میگن چی؟ میگن شیطان است. برای چی؟ الله عز و جل میگه که و كذلك جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. همینطور میگه برای هر یک پیغمبر ما از چی؟ از انسی و از جنی عدوا شیاطین الانس، دشمنی چی؟ دشمنی پیغمبر فرستاده ما چی است؟ شیطان های از چی؟ شیطان هایی که از انسی هستند یا که از جنی هستند. یوحی بعضهم الی بعض، بعضی آنها و بعضی آنها وحی میکند، خبر میدهد. برای میگه که یعنی که دشمنی پیغمبران کی بدن؟ هم شیطان های انسی و هم شیطان های جنی. ای شیطان انسی هم میشد است و شیطان جنی هم میشد است. خلاصه باز در حدیثی صحیح بخاری مسلم حدیثی است که دلالت میکند که شیطان ها از جنند. از ابن عباس میگه رضی الله عنهما، از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که قال فرمودند انطلق رسول الله صلی الله علیه و سلم فی طائفه من اصحابه عامدین الى سوق عکاده. خلاصه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با گروه از یارانش، یعنی که به طرف متوجه شد، به طرف چی؟ بازار عکاظه میگن. و قد حیل بین الشیاطین و بین خبر السماء، بین پیشتر من شیطان ها خبر میدیدن، آدم ملائکه که می آوردن به آسمان دنیا، خبر شیطان ها میدیدن، میبردن به چی؟ برای فالبین میدادن که فالبین هم یک خبر راست میگه، دو ساعت دیگه براش دروغ میگه، مردم باورش میکنن، همون خبر میکردن. بعد این میگه، بعد پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد میگه وقد حیل بین شیاطین و بین الخبر السماء، بین شیطان ها و بین خبر آسمان میگه چی شد؟ یک مانعت پیدا شد. مانعت یعنی که منش میکرد. اون مانعت چی بود؟ و ارسلت علینا و ارسلت علیهم الشهب، ای با آنها وقتی که خبر میدیدن خداوند با چی؟ ملائکه ها با ستاره های یعنی آتشین آنها را میسوزاندند. فرجعت شیاطین، پس برگشتن شیطان ها، فقالوا گفتند ما لكم، چه حادثه شد، چه رخ داد؟ قالوا حیل بین و بین خبر السماء، بین ما و بین خبر آسمان حائل است، مانعت است، مانعی است که ما را من میکند، باز میدارد از خبرها را آوردن. و ارسلت علینا الشهب، و برای ما میگه ما را با همون چی؟ همون ستاره هایی که از آتش است آنها را برای ما یعنی به بالای ما میپرتوندن، ما را میسوزاندن. خاصه قال ما حال بینکم و بین خبر السماء الا ما حدث، یعنی اون حادثه شده است. گفتم فضربوا مشارق الارض و مغاربها فانظروا ما هذا الامر الذي حدث. گفتن این حادثه شده است، پس سفر کنید به مشرق و به مغرب و همه طرف سفر کنید، ببینید که چه حادثه روی داده است. فانطلقوا فضربوا مشارق الارض و مغاربها ينظرون ما هذا الامر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. پس رهسپار شدند، بعضی آنها به طرف مشرق، بعضی آنها به طرف مغرب، در جستجوی چی؟ همون کاره، همون چیزی که آنها را من کرد بین آنها و بین خبر آسمان. قال فانطلق الذين توجهوا نحو تهامه، آنانی که به طرف تهامه، یک جای نمش تهامه بود، تهامه او تهامه، الى رسول صلی الله علیه و سلم بنخلتی، به طرف پیغمبرم تهامه بود، به طرف پیغمبر اومدن در نزد یک چی بود؟ درخت خرما. و هو عامد الى سوق عکاده، همون درخت خرما به طرف چی بود؟ همون نزدیکی سوق عکاده بود، بازار عکاده. و هو یصلی باصحاب صلاه الفجر، در اون حال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بامداد بود، نماز بامداد میگذاشتند. فلما سمعوا القرآن، وقتی همون جنهایی که آمدن و پیش پیغمبر و یاران پیغمبر و قرآن را شنیدن، تسمعوا له، نشستن و گوش کردن قرآن. فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، انا این گفت قرآن شما را من کرد بین خبر آسمان، بین شما و بین خبر آسمان مانع شد، من کرد، باز داشت شما را. فهنالك رجعوا الى قومهم، پس در محال برگشتن به طرف چین؟ به نزد قومشان. فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بعد من آيات الله عز وجل میگوید که قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. میگوید ای محمد به امتت، به امتی خود یا که به امتت بگو به من وحی شده است، ای به من وحی از جانب خداوند آمده است که گروه از پریان یا که دیوان یا که جنها به تلاوت قرآن من گوش فرا دادند.
دادند، یعنی به تلاوت قرآن من گوش فرا دادند، گوش کردند. پس از مراجعت به میان قوم خود به دیشان گفتند. پس وقتی که رفتند و به امون میان قوم خود، در میان قوم خود گفتند ما قرآن زیبا ای سخن زیبایی و شگفته و عجیبی را رسانیدیم. خلاصه در این چی بود میگه؟ و همگان را راه راست راهنمود میسازد. یهدی الرشد ای همگان را، همه را یعنی به راه راست راهنمود میسازد. و ما بدان ایمان آوردیم، ای به همین قرآن ما ایمان آوردیم، به همین قرآن ما ایمان آوردیم میگه. و هرگز به خدا و پروردگارمان کسی را چی شریک نمی آوریم. همین شنیدن. باز الله عز و جل فرود آورد به پیغمبرش گفت که قل، یعنی الله به پیغمبر گفت که قل بگو اوحی الی انه استمع نفر من الجن، بگو که به من وحی آمد از جانب خدا که بعضی از نفرانی از جن، از دیوها، پریها قرآن که من میخواندم آنها با من گوش انداختند. خاصه این حدیث در بخاری مسلم است. برای همین میگه جنها دو نمود شدن، جنها دو نمود، آنهایی که مسلمانند آنها را جن میگن و آنهایی که کفر ورزیدن آنها میگن شیطان. این بود درباره جن و چی فرق جن و فرق شیطان.